سلام خدمت مخاطبان عزیز کانال یور تراول. امروز با امید دوست عزیزم اومدیم به دره قرمزلخ یا همون ستونهای بازالتی. پوشش گیاهی اینجا اکثرا بسیار زیبا هستش. درخت‌های البته درخچه افدرین یا همون به زبان ترکی خودمون قاطر گویدوغه هستش. پس از پیاده روی حدود 5 دقیقه 6 دقیقه رسیدیم به این درخت زیبا و تنومند که ما در زبان محلی خودمون بهش میگیم درخت دابغان. در برخی جاهای ایران بهش میگن تای مقدس، یعنی اونقدر مقدس هستش که حتی شکستن این درخت هم در گفته های پدرانمون قدغن هستش. و این به اصطلاح ستونهای بازالتی که حاصل خروج سریع ماگما و منجمد سریع هستش که بر اثر خندق زدایی ماگما و ایجاد گسل این زیبایی رو به ما بخشیده. مسیر رو پایین اومدیم تا از داخل دره بریم تا اینکه جلو کمی ناهموار بود. شکل‌های شیش‌دلی ستون‌های بازالتی رو می‌بینید. اگه فرصت شد به نزدیک هم بریم تا اون حالت هندسی این سنگ‌ها که یکی از مشخصه‌های زیبایی ستون‌های بازالتی وقتی که ماگما میخواد از سطح زمین بیرون بیاد یک حالت سریع اتفاق نمیفته، ولی معمولا ماگمایی که به خاطر بیرون اومدن گسل باعث میشه که سرعت خروج ماگما تا حدی باشه که ماگما سریعتر بیاد بیرون. این سرعت خروج ماگما باعث میشه که این مخصوصا به خاطر اون موادی هم که سختی زیادی داره مثل بازالت باعث میشه این شکل شیش‌دلی به خودش بگیره. اومدیم بالا تا اون شکل زیبای ستون‌های بازالتی رو به شما نشون بدیم. خیلی خطرناک هستش ولی ارزشش رو داره که به شما نشون بدیم این زیبایی در چه حدی که مثلا میگن ستون‌های بازالتی مثلا ماکو. البته اینم نگفتم که ستون‌های بازالتی معمولا بین دو شهر ماکو و آوادیر قرار داره، یعنی در حدمرز ماکو آوادیر هستش. همینطور که میبینید بسیار عالی و شکوهمند و البته یک مقدار ریسک بالایی مطلب اینجا اومدن که واقعا طبیعت رو نمیشه شناخت. حالا نمیدونم دیگه یک آزمایشات هم اینجا انجام دادن، مطالعات زمین شناسی بوده چی بوده. سوراخ‌های اینجا میبینید که حاصل دستکم به انسان هستش. بسیار زیبا. تا زیبایی ستون‌های بازالتی رو از نزدیک هم ببینیم. دره بازالتی یا همان قرمزلخ دارای دو تا دره هستش، دره اصلی و دره فرعی. اون چند بینشون میده با خماشون بودار.
Salam kardeşler. Hoş gördük. Selam. Hastaneye başlayın. Ya Allah. Hoş gördük. خوش اومدید. خیلی خوش دیروز برای این ماشینامون اومده بودیم اینجا. دیگه امروز همه جا تعطیل اومدیم بازرگان. همون این دره فرعیه. اون یکی دره اصلی هستش. خب اون وسطش میتونید راحت برید بچرخید قشنگ‌تره. اون الان یک کتون بالا رفتیم. از جای این آلاچی‌ها اومدیم پایین. از جای آلاچی‌ها اومدیم پایین یه ذره رفتیم. جا داره بیشتر بید. یعنی ارزششو داره. خیلی هم نرفتن ها. رومی ها میرن فقط. اینجا پایینتاش برید. پایینتاش برید. اینتاش قشنگه. حاجی من عاشق خراسانم. وقت نمیشه بیایم. کارمندم. ببینید اینجا چی میگم bu از نظر عقیق چی میگن اونجا فراوونه سنگ‌های قیمتی. آره یعنی آره دیگه نشابور خودش سنگ فیروزه داره. آقا زنده باشید. چیزی لازم داشت. ممنون. قربانتون آقا. خداحافظ. در دره فرعی ستونهای بازالتی هستیم که بسیار زیبا و در نوع خودش منحصر به فرد هستش. هم از نظر طبیعی و پوشش‌های گیاهی که زیبایی خاصی داره و اینکه یک ویژگی زیادی خیلی خوبی که یک گردشگر رو میتونه خودش جذب کنه این زیبایی مطلق هستش که بین یک دره میتونید در کنار یک آب روان هم پیاده روی داشته باشید و در این پیاده روی موسیقی دلنواز پرندگان و صدای زیبای آب یک زیبایی چند برابری به اینجا داده. Şehirler qabaqdadır ola. Vay. Vay خدای من. چه زیباست. یک بارون نمناکی هم همراه با یک باد لطیف. همینطور که اگه حس کنید این لحظه رو قطرات باران بسیار زیباست. No problem. Here is Bazaltı Valley from Maku, Avacık. به انتهای دره‌ای که همون دره فرعی ستونهای بازالتی هستش رسیدیم. برای یک ساختار بازالتی و آتش فشانی و به اصطلاح ماگماتیک که یک زیبایی خاصی اینجا در جریان هست. آب زلال که از بالادست کوه میاد. سپاس از همراهی شما. امیدوارم از کلیپمون خوشتون اومده باشه. در صورت ممکن کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا دیداری بعد، بدرود. مانا باشید.